بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان محترم. یکی از سوالات مهم اینه که لایه‌های مشارکت عمومی در تحقیق و تحقق الگوهای تمدنی چیه؟ خب یه سری از لایه‌ها و افعال و انواع مشارکت هست که تقریبا واضحه، مثل مطالبه گری، مثل کمک‌های مختلف تبلیغی و مالی. ولی سوال اینجاست که آیا این میتونه سطح عمیق‌تری هم داشته باشه، وارد لایه‌هایی که شاید تو نگاه اول به نظر تخصصی تر هم بیان بشه یا نه؟ برای اینکه اینو بحث بکنیم و بازش کنیم، یه معرفی از فضای شناخت جامعه میکنیم که از نگاه ما فضای شناخت جامعه شامل چند مرحله اصلیه. یکی مرحله خلق رویا، یکی مرحله خلق مسئله، یکی مرحله خلق پاسخ. تو مرحله خلق رویا اون آرمان ها، افق ها، مبانی تبدیل به یه تصویر ملموس تمایز بخش نسبت به بقیه مبناها و آرمان ها و جوامع میشن و به همین خاطر هم بهش میگیم رویا، یعنی رویت پذیر میشن. افق نگفتیم، آرمان نگفتیم، میدونیم که میخوایم اون افق و آرمان ها رو یه تصویر رویت پذیر کنیم. این تصویر تبدیل به یک انگیزه بخش جهت حرکت بشه و هم بتونه توی همه کسایی که معتقد به این رویا هستن وحدت اجتماعی لازم ایجاد کنه و هم بتونه تمایز کافی با رقیب داشته باشه و توان هماوردی با رقیب داشته باشه. خب این رویا یا تفاوت وضع مطلوب ها مهمترین تمایز یک جامعه از یک جامعه دیگه و مهمترین عامل هویت بخشه که اینو توی یک ارائه دیگه به صورت مختصر توضیح میدیم خدمتتون. این رویا وقتی تصویر مطلوب رو میسازه، ما با شاخصه هایی که از اون رویا و از اون تصویر وضع مطلوب گرفتیم شروع میکنیم مشاهده عینیت. یعنی مشاهده عینیت یه مشاهده خنثی و بی جهت نیست، بلکه مشاهده با ابزارهای عینی و مفهومیه که ترجمه یا به عبارتی نازله اون رویا هستند. وقتی که عینیت رو نگاه میکنیم و با اون ابزارها پی میبریم که کجاها چقدر فاصله با وضع مطلوب داریم، اونجاست که مسائل ما متولد میشن. یعنی ممکنه ما یه مشکلی رو حس کنیم، ولی این مشکل کی تبدیل به مسئله میشه؟ وقتی که روشمند بیایم وضع مطلوب رو تبدیل به شاخص مشاهده کنیم، بر اساسش بریم عینیت رو رصد کنیم، این تفاوت ها رو تشخیص بدیم و اینجوری مسائل تازه متولد میشن. بعد از اینکه مسائل متولد شدن، الان باید بهشون پاسخ بدیم و وارد مرحله خلق پاسخ میشیم که حالا توی نظامات اجتماعی ایرانی اسلامی توی پاسخش بعد دانشگاه، حوزه و کارشناسی اجرا با هم باشن که هم حجیتش، هم تفاهم پذیری و قاعده مندیش و هم کارآمدی پاسخی که میدیم تضمین شده باشه، در حدی که میتونیم ببریم جلو. حالا سوال اینجاست که ما آیا این سه مرحله رو سه مرحله در دست متخصصین و منحصر به متخصصین بدونیم و مرحله چهارم که مرحله خلق تفاهم اجتماعی هست عموم مردم مصرف کننده باشن؟ حالا عموم که میگیم مثلا فرض کن یه نفر پزشک وقتی بحث معماری و شهرسازی میشه جزء عموم حساب میشه، یه نفر متخصص شهرسازی وقتی بحث پزشکی میشه جزء عموم محسوب میشه. یعنی این شاخه شاخه وقتی میشن تخصص ها، هر کسی از یه وجهی عموم، یعنی فاقد اون نوع از تمرکز اطلاعات، و هر کسی هم از یه وجه دیگه ممکنه متخصص باشه. کسایی که عموم تلقی میشن توی اون کار تخصصی، آیا فقط باید بیان تو خلق تفاهم اجتماعی؟ اولا که میگیم باید بیان تو خلق تفاهم اجتماعی چون ما حکمرانی رو حکمرانی حل مسئله نمیدونیم، ولی سوالمون اینه که فقط بعد از پاسخ میتونن مشارکت کنن یا میتونن تو مراحل خلق رویا، خلق مسئله و خلق پاسخ هم مشارکت داشته باشن؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم یه گریزی میزنیم به مبانی خودمون، ببینیم نوع حکمرانیمون چیه و بعد برمیگردیم دوباره به این سوال پاسخ میدیم.